سرخط مهمترین خبرها: بازداشت زن تاجیک بعد ناراضگی ملت‌گرایان در روسیه. وزارت تندرستی: به کشور ویروس نو نیامده است. آیا واقعا چنین است؟ و شکایت مرد معیوب از پلیس ختلان. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 27 ژانویه سال 2025 است. جعفر آسیموف، بنیادگذار گروه دایدوش که هنگام لیژرانی در صف در زیر ترما مانده جان باخته است، حادثه روز 25 ژانویه روی داد. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان، به خبرگزاری ازیا پلوس گفته است همراه جعفر دو کسی دیگر بود ولی آنها توانستند از زیر برف بیرون آیند. به گفته سخنگوی کمیته، آنها بدون رعایت چاره‌های امنیتی لیژرانی می‌کردند. جعفر آسیموف در سال 2022 گروه دایدوش را که دوشنبگی‌های سرگردان معرفی میشد سازمان داد. او همزمان در شرکت واویلون موبایل کار میکرد. بنا به معلومات صحیفه‌اش در فیسبوک، از سال 1996 تا 2000 در دانشگاه دولتی بلاروس خوانده، سال 2005 عائله‌دار شده است. بعد ناراضگی زیاد طرفداران عقیده‌های ملت‌گرایانه در روسیه، کمیته تفتیشاتی تحمیل سعید و یک زاده تاجیکستان و مادر 7 فرزند را بازداشت کرد. اول ماه ژانویه مقامات شهری میتیش این زن زاده تاجیکستان و شهروند روسیه را با 24 میلیون روبل کمک پولی برای خریدن منزل قدردانی کردند. اما روز 24 ژانویه رسانه‌های روسی از قبل کمیته تفتیشات خبر دادند که تخمین سمدوو با گمان قلابی دستگیر شده است. نظر خود سمدوو یا همسرش رمضان رحیموف به این بازداشت معلوم نیست. در اظهارات کمیته تفتیشاتی روسیه آمده است سمدوو را با گمان قلابی برای گرفتن کمک پولی کلان بازداشت کردند. در حالی که نظر تخمین سمدوو به قضیه معلوم نیست، مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند این زن تاجیک درباره درآمد همسرش معلومات نادرست پیشنهاد کرده است. در اظهارات کمیته تفتیشاتی روسیه آمده است سمدوو معلومات داده است که در یک خانه 13 نفر زندگی میکنند، اما در اصل برادر و 2 فرزند نابالغ او که در خانه او ثبت شدند در تاجیکستان زندگی میکنند. رادیوی آزادی فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. کمیته تفتیشاتی روسیه از پیدا شدن تلفن‌های گران ارزش در منزل تخمین سمدوو خبر داده است. خبر به این زن تاجیک دادن مبلغی برای خرید خانه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی روسیه اعتراض‌های طرفداران عقیده‌های ملت‌گرایانه و هم تشکیلات نجات پرستی این کشور را به میان آورد. در پی این ناراضگی‌ها رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه دستور داد موضوع دادن شهادتنامه برای خریدن منزل به این عائله سنجیده شود که در آخر با بازداشت تحمیل سمدوو باعث شد. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org بخوانید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که به کشور یگان ویروس نو وارد نشده است و زیاد شدن شکایت‌ها از بیماری‌های راه‌های نفس به سردی هوا و فرا رسیدن موسم بیماری‌ها ربط دارد. نوروز جعفروف، یک مسئول وزارت، به رادیوی آزادی گفت در موسم تیر ماه زمستان چند نمود زکام از جمله زکام‌های نوع A و B هستند که بیماری‌های شدید راه‌های نفس را به وجود می‌آورند. جعفروف افزود از روی تحلیل‌های وزارت تندرستی در همه منطقه‌های تاجیکستان این شب و روز گرفتاری به بیماری‌های راه‌های نفس ثبت شده است. با گفته پزشکان در دوشنبه و بعضی منطقه‌های کشور دوام 10 روز اخیر مراجعت ساکنان از زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس زیاد شده است. بیماران میگویند که نشانه‌های این بیماری از زکام عادی دیده به کووید 19 بیشتر مانند است، اما وزن پسیدار می‌شود. خبرنگار رادیوی آزادی در یک بیمارخانه و 3 مرکز سلامتی دوشنبه شاهد شد مراجعت ساکنان از بیماری‌های راه‌های نفس زیاد شده است. اکثر این بیماران از حرارت بلند و بیمه‌داری شکایت داشتند. یک ساکن شهر اسفر هم به رادیوی آزادی نوشته است یک هفته است به بیماری گرفتار شدند که همه نشانه‌هایش به کووید 19 مانند است. بینندگان عزیز، اگر احوال شما هم در روزهای اخیر بد شد، لطفاً نویسید که بیماری را چگونه پس‌سر کردید. امسال جشن اساسی نوروز در تاجیکستان در شهرهای خوجند و اسفر برگزار می شود. این نکته در برنامه کاری حکومت برای نیمه اول سال 2025 آمده است که رادیوی آزادی 27 ژانویه با آن شناس شد. حکومت اداره‌های داخلدار و حکومت‌های محلی خوجند و اسفر را وظیفه‌دار کرده است تدارکات جشن را ببینند، اما در برنامه کاری حکومت نآمده است که خراجات جشن نوروز امساله از کدام حساب باید پوشانده شود. نوروز جمهوری در تاجیکستان همساله در یک از شهران
ناحیه‌ها با حضور مقامداران بلندپایه برگزار می شود. نوروز یک از جشن‌های اساسی در تاجیکستان بوده و مناسبت آن 4 روز استراحت رسمی اعلان شده است. نوروز را که در ماه مارس فرا می‌رسد در ایران کشورهای ترک زبان و قفقاز هم جشن می‌گیرند. یک مرد معیوب در ناحیه فرخار 3 ماه است که برای بازگردانی مبلغی غارت شده اش تلاش دارد. ظریف دولتوف میگوید برای طبابتش 54,000 سامانه جمع کرده بود، اما دزد آنها را به یغما برد. با وجود بازداشت فرد گماندار و وعده نزدیکانش مبلغ این مرد معیوب را تا حال بر نگرداندند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده از منطقه کلاب. از این خانه شب 26 و 27 اکتبر سال گذشته دزد 54,000 سامانی را برده است. صاحب خانه معیوب گروه 2 ظریف دولتوف میگوید این مبلغ را برای طبابت خود جمع کرده بود. همدهگان به این مردی 48 ساله همه جانبه کمک میکردند. یک بخش مبلغ خیریه بود. برای طبابت جمع که گفتیم هندوستان خیتویا ببینیم که خدای تعالی کجا نصیب میکنه یکی اگر شفا دهنده باشه اول آخر خدا در میخونه در همین وطن خدمت شفا میده و اون مقصد. پلیس فرخار اولهای ماه نوامبر دزد را دستگیر و به خانه ظریف آورد. دزد از کجا وارد شدند و چگونه دزدیدن پول را نشان داد. خانواده دزد به ظریف وعده کردند که پول را برمیگردانند، اما تاکنون مبلغ معالجه برگردانده نشده است. شکایت های ظریف هم تا این دم به نتیجه ماندند. فریادم کردن آوردنش که همین بوده و همین جای با خب جنایشته اگر شاید ما خطا کنیم چین باید مسئله 6 نوامبر داد یا عادل داد میامجا گفتن که سون تامیته ما 6 ماه نیسو کنیم امروز 2025 سالگی استقلالیت تا این امروز 21 ینوار تا امروز دیگه یاگو چوی مورا دیگه نیستن میگه که کاری رفته سوز کاری تر دیدیم. حالا ظریف دولتوف 405 سامانی نفقه معیوبی میگیرد. هر دم بیماریش اوج میکند و پسرش دایم دست و پای او را میمالد. اکنون دیگر از دهه اتفاق ناحیه فرخار به سوم جای برآمدن نمیتواند. یک منبع از پلیس فرخار گفت تفتیش پرونده دزدی خانه ظریف به انجام رسیده است. باید حکم دادگاه برآید. تلاش ما تا این دم برای پیدا کردن نظر طرف دیگر به نتیجه بود. مقامات با سبب‌های نامعلوم نمیخواهند هویت دزد را شناسایی کنند. خودی ظریف دولتوف گفت که دزد را بار اول میبیند. برای همین او میگوید که حبس شوی او را نمیخواهد، بلکه میخواهد پولش را پس گیرد. تا جون در بدن ما انشالله حق حلال ما حق خدمم نباشه حق نه فرزندای تو که جای روا باشم برای که میگه هر که حق چه طلا گوشت خوگم میخوره حق خدمم باشه اینا بخشیده باشم حق فرزندانم بخشیده نمیتونه در نزد خدا جوابگارم. ممکن به خاطر خدا به خاطر فرزندا داده باشه و به خاطر حکمت الهی بسیاری. ظریف دولتوف یک زندگی فقیرانه دارد. همسرش بارها این پول را برای بازسازی خانه‌اش خواسته بوده است، اما با امیدی که روزی با این پول طبابت میکند و شفا مییابد ظریف رد کرد. حالا پول به کام دزد رفت و نه طبابت گرفت و نه در خانه‌اش صرف شد و معلوم نیست مبلغ به او برگردانیده خواهد شد یا نه. بر اساس نتیجه های اگزیت پول یا نظرسنجی رسمی رئیس جمهوری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو با 87% آوازها غالب انتخابات اعلام می شود. این نظرسنجی را خبرگزاری دولتی بلتا گذرانده است. نتیجه های انتخابات 26 ینور در بلاروس قرار است شام دوشنبه اعلام شوند. لوکاشنکو 70 ساله که از سال 1994 قدرت را در بلاروس در دست دارد برای 7 مرتبه رهبری بلاروس می شود. منصبداران بلندپایه اتحاد اروپا از جمله رئیس پارلمان اروپا روبرتو متسولا مشروعیت یا قانونی بودن آوازدهی و همین طور پیروزی الکساندر لوکاشنکو را در انتخابات زیر سوال گذاشتند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه ایکس نوشت که لوکاشنکو در انتخابات دیگر دروغین خود را برنده اعلام خواهد کرد. سویتلانا تیخانوفسکا رهبر مخالفان بلاروس در لیتوا روز 26 ینور گفت در شهرهای سراسر اروپا گردهمایی علیه انتخابات جریان دارد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 ینور را فرا می‌گیرد.
солҳои 1933-34 дар тоҷикистони шӯравӣ аввалин луғати русиву тоҷикӣ аз чоп баромад ки зери назари гурӯҳи донишмандони таҳти раҳбарии устоди сухан Садриддин Айнӣ чоп шудааст. ба ин луғат инчунин калимаҳое аз забони гуфтугӯӣ ҳам ворид шуда ба ҳайси асос луғати донишманди маъруфи рус Владимир Дал истифода шуд. Такмил ва нашри луғат дар оянда ҳам идома кард ва дар солҳои шӯравӣ чандин луғати дигари дузабона аз ҷумла луғати истилоҳҳо ҳам чоп шуд ки барои рушди забон ва ҳунари тарҷумонӣ саҳми калоне гузошт. 27 январи соли 2018 хадамоти назорати давлатии бойтории Тоҷикистон гуфт маҳсулоти гӯшти аз роҳи ҳалол таҳия шуда бояд сертификат ё муҷаввизи сатҳи байналмилалиро дошта бошад. Ин ниҳод гуфт дар Тоҷикистон ки аксар сокинонаш мусалмон мебошанд ва бозори истеъмолиаш аз маҳсулоти гӯштии воридотӣ вобаста аст, бояд маҳсулоти босифати гӯштиро истеъмол кунанд. талаботи мазкур ба маҳсулоте ки ғайр аз шеваи забҳи ҳалол таҳия мешавад рабт надорад. 27 январи соли 1940 нависандаи тоҷик Сорбон таваллуд шудааст ки дар баробари офариниши симои қаҳрамони замонавӣ дар эҷодиёти худ рӯ ба таърих ҳам овардааст. қаҳрамонҳои асарҳои машҳури Ҷугиву Дашти Моронро бархе мунаққидон барои пессимизму бетафовутӣ интиқод мекарданд, вале дигарҳо Сорбонро чун нависандаи худрӯи боистеъдод дарёфтанд ки бо силсилаи осор ва забону баёни вижааш фарқ мекунад. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 111 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، و پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیویی آزادی هستید.